در تاجیکستان وزیر می شود که نه تغییرات کادری هیئت حکومت تایستان را اخیراً چندان دیگر نکرد. بسیاری ها آن را جای وزکنی کادرها می نامند و سخن مشهور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان یاد می کنند که هنوز چند سال پیش گفته بود که در کیسه هم کادر نماند. پس کادرها چگونه انتخاب می شوند و کی در تاجیکستان می تواند وزیر یا رهبر شود؟ چرا کشور به کمبود کادر روبروست؟ برای بررسی این موضوع به برنامه گپ آزاد دو مهمان ارجمند را دعوت کردیم. از یک سو وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده و از سوی دیگر معاون رئیس پیمان ملی علیم شیرزمانوف. خوش آمدید به این صحبت. و نخست از جناب عثمانزاده میپرسم که آیا واقعا تاجیکستان به کمبود کادر روبروست؟ نظر شما چی است؟ ببینید، سلام، درود و سلام به شما. تشکر از توجه. دیگر اینکه در طول 28 سال میبینیم که در تاجیکستان دانشگاه ها، آموزشگاه ها خیلی زیادن، کادرهای زیادی ختم میکنن، با کار سر میکنن و سالهای زیادی در ساختارهای گوناگون حکومتی و دیگر کار میکنن. یعنی اگر ما بگوییم که تاجیکستان کادر مثلا مشکلات دارد، در این سطح نادرست است. برای چی نادرست است؟ خب البته در اینجا باز یک سوال دیگر پیدا می شود. پس که کادر مشکلات نباشد، برای چی حکومت هنگام انتخاب کادرها مشکلی میکشد؟ سبب همین است که خب گپ از اینجا سر کنیم که خب معنی هر انتخابات همین است. چون هر حزب حکمران به سر قدرت آمد، در اساس برنامه خودش کادرها را انتخاب میکنند. خب در چارچوبه آنها خب همون کادرهایی که در ساختارهایی که کار میکنن از اونها گرفته خب استفاده میکنن. من فکر نمیکنم که مشکلات کادری به حد بلند باشد، بلکه در اینجا بعضی سبب ها هست. یعنی شما میگویید که مشکلی کادری اصلا جای ندارد و حالا از جناب شیرزمانوف میپرسم که به این گفته‌های جناب عثمانزاده شما راضی هستید؟ خب درود به تماشابینان رادیویی و درود به اشتراکداران این بحث و بار دیگر از فرصت استفاده بوده برادرم عثمانزاده را که چند قبل روز داشتن بار دیگر تبریک میکنم و من با پاسخ به این گفته‌های جناب عثمانزاده چنین گفته‌ایم که بنده خودم که تا سال 2015 در داخل بودم و در حزب سوسیال دموکرات بودم و هنوزم باقی میمانم. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرراه میتواند حکومت را در اختیار گیرد و برای همه وظیفه‌ها ما کادر داشتیم و داریم. من راضی نیستم که در تاجیکستان کادر نباشد. البته که کادر تاجیکستان دارد، متاسفانه با سیاست پیشگرفته امروزه حکومت بسیار کادرهای تاجیکستان رو ترک میکنند. بسیار دانشجویانی که در دانشگاه‌های خارجی تحصیل میکنند به وطن برنمیگردند و ما کمبود کادر نباید داشته باشیم. شما آنچه که جناب شیرزمانوف گفته راضی هستید به این نکته‌ای که اشاره کردن؟ مرحمت. قسماً من نقطه نظر خودم بیان کردم. قسماً البته دیدی هر یک گروه، هر یک شخص گوناگون است و هر حزبی که من خیلی که گفتم تکرار می شود، وقتی به سر قدرت می آید دیگه خواهان برای عملی کردن برنامه‌اش از کادرهای خودش استفاده میکرد، از اون کادرهایی که وی لایق میداند. خب از اونجا پیشنهادها میگیرن و در اساسی تحلیل ها، لیاقت آنها، کاردانی آنها، متخصص بودن آنها مطابق مثلا استانداردها و معیارهایی که خودشان معین کردن، خب برای لایق دانستن این بعضی معلومات‌های دیگر هم از ساختارها میگیرن که اون نفر کسبیتش چقدر است، مثلا چقدر با ایده برای عملی کردن برنامه همون حزب و همون حکومت چقدر قدرت دارد. خب این معیارها را
البته اونو بررسی میکنن، بعد البته پیشنهاد میکنن، یعنی استفاده میکنن از کادرها. جناب شیرزمانوف، شما نظرتون چی است؟ کادرایی که انتخاب میشن واقعا شایسته هستن؟ از نگاه شایسته سالاری به اونها نظر کرده می شود؟ دویم بار محترم عثمانزاده گفته استودند که رهبر حزب انتخاب شد، دیگر از حزبش به حکومت میگیرد. من کلا راضی نیستم. ما رهبر دولت رو انتخاب میکنیم و این رهبر دولت رهبر کل ملت است، نوابسته به منصوبیت حزبیشون، و بیاید و یک گروه کوچکی بگذارد تا گروهی که شاید 500,000 اعضا هم داشته باشد. اون گروه در قیاس با 9 میلیون شهروند گروه کوچکی است. منفعت فقط همون گروه کوچک رو باید نوبت گیرد. این را در برخورد پرزیدنت تازه انتخاب ایالات متحده امریکا روشن میبینیم که ایشان همین خیلی پاسخ به ملت میدهند که همین دو قطبیه که در عرفه انتخابات بود و من اکنون انتخاب شدم، من پرزیدنتی هم موافقان و هم مخالفان هستم. جناب شیرزمانوف، تشکر. حالا میخوام که به عثمانزاده بگذاریم. یعنی سوال این است که آیا در وقت انتخاب کادرها واقعا اهمیت تمامی سرتاسری کشور به نظر گرفته میشد یا یک گروه کوچک، شاید یک خانواده، شاید یک گروه میده‌تر؟ نظرتون چی است؟ اول اینکه صلاحیت کاردانی رو به نظر میگیرن که در زیر ساختار کسبیتی در کدام سطح است. دیگر اینکه در همین حکومت ما میبینیم که از تمام مناطق خب هستن، شخصی برزیده هستن، کاردان هستن، کار میکنن. جناب شیرزمانوف گفتن که وقتی پرزیدنت کادر رو انتخاب میکنه یک گروه کوچک، یعنی منفعت یک گروه کوچک به نظر میاد. شما به نظر شیرزمانوف راضی هستید؟ نه، من راضی نیستم. ببینید تمامی مشکلات های مردم جمهوری تاجیکستان از سر تا پا در یک سطح پرزیدنت یک دولت هم اداره میکند هم محافظت میکند. شما فکر دارید که مثلا نزدیکان و مثلا خانواده ای که کدام حزب که نباشد در تاجیکستان از مثلا سیاست حکومت برخوردار یا که واقف یا که بیرون میموند یا که ثبات و آرام است یا که دیگر مثلا خواندن، خب کار کردن و یا دیگر مثلا فعالیت چی بگیم شخصی او یا کاری او. نه، این قانون و اداره مثلا وزیرایی که اداره میکنن البته تمام جامعه را اداره میکنن و در این درون همه طبقه های جامعه وجود دارد، اونا از این استفاده میکنند. جناب شیرزمانوف، شما این حق رو به پرزیدنت داده، می توانید که در وقت تعیین کادر منفعت خودش را به اعتبار گیرد؟ نه، چون پرزیدنت یک کشور رهبر یک ملت است و به ویژه پرزیدنت تاجیکستان باز پیشوای ملت تاجیک اعلان شده است و این پیشوا حق ندارد که در وقت انتخاب کادرها از صداقت شخصی ایشان به خودش به کار گیرد یا دیگر طلبات ها. یعنی شایسته سالاری باید در مد اول قرار گیرد. باید قید کنم، من حاضر شاید به عزت نفس بعض سابق وزیران زادگان بدخشان می رسیده باشم، معذرت می خواهم، لیکن بار اول شاید حاضر عثمانزاده هم گفتند که از تمام منطقه ها نماینده ها هستند. یعنی هر دفعه بدخشانی رو به خاطر بدخشانی بودنش، همچون یک وزیر به گفت یک برادر سیاستمدار ما آب و لای و سنگ و گل می ماندن، حاضر شاید بار اول باشد که یک بدخشانی رو به خاطر شایسته بودنش به وظیفه تعیین کردن، ولی متاسفانه آن را باز همچون یک نماینده بدخشان معرفی کردن، منطقه معرفی کردند و همون هر ساله وظیفه که یک وزیر به بدخشان بخشیده می شد او را هم آوردند و به همین برادرمون دادن که واقعا شایسته است در همین مقام. ولی متاسفانه با اون سیستم دولتداری که ما داریم من خوشبین نیستم که دلیر جمعه فهم در این
نهاد زیاد و بوران زده یگان کار را عملی کرده تواند. جناب اسمانزاده، نظر شما چی است؟ واقعا از روی محل تعیین کردن کادر درست است به نظر شما؟ من فکر میکنم که از روی محل تعیین کردن کادر مثلا این قابل قبول نیست. ولی چرا همین مسئله هست، وجود دارد و 10 ساله ها ادامه دارد؟ در همه محل های ما اگر محل بگیریم که بسیار چینک نادرست است، لیکن از همه مناطق اگر جمهوری تاجیکستان به نظر بگیریم در همه مردم دانشمند هست، نیست یکون گوشه و کانال تاجیکستان که با برنامه مکتبی و دیگر تا مثلا خب چی بگیم تربیت بیاورد. گپ در سر آن است که در سالهای اخیر بسیار وقتی که امکان داشتن فرزندان خودشان به خارج کشور مثلا چون کادر حاضره که در ساحه انرژتیک آب مثلا ماندن از بدخشان است، خب گربرتان کرده است بسیار. مثلا ما ترجمه حالش هم خوندیم. بعد دیگر اینکه او دانشکده را هر کس خوانده هم نمیتواند. ببینید وقتی که ما نگاه میکنیم ترجمه حال اونهایی که در همین حکومت نوی که پرزیدنت انتخاب کرد یعنی تعیین کرد، میبینیم که بسیاری ها اکثر از منطقه دنقره هستند، یعنی از جنوب تاجیکستان هستند. این مسئله چی میگوید شما؟ ببینید معیارها را همون شعبه کادر و مشاور با کادر پرزیدنت حل میکنن. جناب شیرزمانوف، شما نظرتون چی است به همین نکته، همین سوالی که من به اسمانزاده دادم؟ معیار طول همین حداقل 13 سال اخیر و من باور دارم که 28 سال اخیر معلوم است که معیار این صداقت شخصی به شخص اول است، نه شایسته سالاری. و هر قدر امین رژیم های خودکامه هر قدر طولانی تر سر قدرت بمانند، اما قدر باوری به گرد و اطرافشان کاسته تر میگردد و انسان هایی که به آنها اینا باوری دارند خیلی کمتر میشوند و ما آمدیم به این نتیجه که در حکومت به گفت خودشون در کیسهشون اونها کادر ندارن. حاضر میخوام از اسمانزاده بپرسم که وقتی که پرزیدنت اون روی خط یا فهرست نفرایی که انتخاب یا تعیین کرده است به پارلمان پیشنهاد میکند و آیا شما که چند دور وکیل پارلمان هستید باره در یادتون هست که کدومی از وزیرایی که از طرف پرزیدنت پیشنهاد شده است رد شده باشد؟ میتونید مثال بیارید؟ من میخواستم با سوال پیشتره شما یک پاسخ دیگر بدم کوتاه وقت به این مسئله میگذاریم. ببینید در همین شهر دوشنبه در قفای مثلا نزدیک بازرسی دولتی جمهوری زندانی شخصانی هست که سابق کارمند حکومت بودن یا ساختارهای قدرتی بودن. زندانی نو علاهیده است. یعنی همون کادرهایی که حکومت انتخاب کرد اونها را بررسی کردن، لیاقت و کاردانی اونها را دیدن در یک سطح با فساد دست میزنن، زید منفعت‌های ملی کار میکنن، حکومت هم اونها را برای اصلاح کردن در مسائل اصلاحاتی میبرند. یعنی حکومت هم دیگر ساختارهای دارد که هر یک کادر رو میبیند در خاندانش چه است، در جامعه او چه نفر است، بغیر از اون که وای عالم است، پروفسور است، منفعت‌های ملی تاجیکی را در کدام سطح میشمارد. فقط همین 1000 سال میبیند تاریخ ما را، یا که 5-10 هزار سال تاریخ ما رو میبینن، منفعت‌های ملی و تاریخی و فرهنگی ما رو حفظ کرده میتونن. یا که یک پروفسور اکادمیک است عموما مثلا هیچ چیزی نمیخواد که بدوند از منفعت‌های ملی. حالا به این سوالی که من دادم برگردیم. بله. هر کسی را که در پارلمان تصدیق میکنن یا در مجلس ملی جلسه یک جای تصدیق میکنن، خب 1-2 سوالی مثلا پیشنهاد میکنیم. عادی‌ترین سوال همین است، این یک چیز نوبتی است که شما با انتخاب شدن در این وظیفه با کدام برنامه، با کدام دیدینه، با اصلاح کدام مشکلات ها خب راضیگی به وزیریه یا که به این راهبری را دادید. و دیگر سوال ها وکیلان میتین. لیکن در یادتون هست که کدام از وزیر را هنگام پیشنهاد پرزیدنت شما پس گرانده باشید؟ میتونید مثال بیارید؟ در یادتون هست؟ جلسه نبود، پیشنهاد بودن، توصیه ها بودن. توصیه ها بودن. تشکر. همصحبتان گرامی، در این فرصت برنامه موافق ترتیب این برنامه ما در دوشنبه همکارانمون در یک صحبت سرراهی از مردم پرسیدن که یعنی که بر روی کدام معیار باید کادر تعیین کرده شود. حالا بیاید به اون توجه میکنیم، به صحبتمون رو ادامه میدیم. اول صداقت، بعد لیاقت. صداقت به وطن، به پرزیدنت.
بیشتر ممکن که از روی لیاقت واکم های چیز رو خاص نمیفهمم نمیدونم با پرزیدنت باید و چیز داشته باشن پرزیدنت جناب عالی باید همه وقت چیز باشن که دستگیری همون وای باشن که آینده یک چی نه باید دستگیری کنن برای اون که باید دولت خودمون رو نگهبان باشن از روی صداقتشان. برای چی؟ برای که اونا صادق باشن در کارهایشان. بله. یعنی لیاقت در کار نیست. لیاقت هم در کار است. هم صداقت در کار است هم لیاقت. بیشتر از روی لیاقت یا صداقت میگیرن؟ صداقت خوبتر. Аз руи лаёқатшон бояд. Ну, преданности, наверное. Ну, почему? Ну, потому что кто любит свою родину, тот и людей любит, и всем помогает. گفتم نمیتونم. صد زیراشته بسیارتر با فکر ما که روی لیاقت با وظیفه تعیین میشوند باز به همین نزدیکی هم یک تغییرات کلی در جمهوری شده گذشته بود فکر میکنم که همون شخصایی که به این منصبا نائل میگردن سزاوار میگردن همون شخصایی هستند که بیشتر مقصد خدمتشون به خلق ملت رسیدگی که مثال به این مرتبه میرسند. شما البته شنیدید دیدید این صحبت سرراهی همکاران ما رو در دوشنبه. به نظرتون آدمی که خوب صداقت داشته باشد ولی لیاقت نداشته باشد اون تجربه رو نداشته باشد میتوند که همچون وزیر یا که در یک منصب دیگر کار کند؟ جناب اسماعیل زاده این برای منفعت‌های ملی برای یک دولت بسیار خطر بزرگ دارد وقتی که شخصی که مثلا صلاحیت کاردانی ندارد وقتی که شخصی که صداقت دارد ولی سواد ندارد ببینید وقتی که آدمی که متخصص یک ساحه نیست و میتوند یک وزیر عموما از فعالیتش به یک جریان دیگر ببرد مقابل منفعت‌های ملی و مردم کار کند. حالا بیاید این سوال رو بررسی کنیم که چرا بعضی کادرها سالهای دراز سر کار باقی میمونند یا که از یک وظیفه وزیر با همون شخص به وظیفه دیگر گذرانده میشه چند سال در یک وظیفه دیگر میموند و یعنی از این چرخ زناندن در وظیفه یک نفر رو چی برد میکند پرزیدنت تاجیکستان از این شیوه کارش؟ جناب اسماعیل زاده من شخصا در ساختارهای گوناگون کار کردم وقتی که همچون وکیل در پارلمان کار میکنم دلخواه وزارتی که نباشد من ساختاری و طرز کاری و مشکلات و دیگر اون میدانم وقتی که یک شخص در وزارت و ساختارهای گوناگون کار میکند هنگام بررسی مشکلات ها در جلسه های حکومتی در پارلمان شخص قانون هایی که قبول می شود می تواند حس کند که نمی قانون در آینده با مقابل نمی ساختاری که وی اداره میکند است می تواند پیشنهاد خودش کند صلاحیت کاردانی وی پره می شود باید تمام پهلوهای رشد جمهوری تاجیکستان رو وطن رو باید او درک کند ببیند که کدام وزارت خب چی کار کرده میتواند و کدام قانون میتواند صدر راه او شود. چرا تغییر نمیخوره این چیزا؟ چرا دیگرگونی پیش نمیاد؟ چون در اینجا مسئله شایسته سالاری نیست، مسئله حل پرابلم نیست. در اینجا مسئله فقط مبلغ دادن برای خریدن وظیفه و در وظیفه بودن به اون مبلغ برگرداندن و اون مبلغ یک بار سپرده نمیشه او هر سال باید مبلغ معینی رو به شخصانی که تصمیم میگیرن بسپاری تا در وظیفه باقی بمانی. ببینید ما میگیم کادرها نیستن در حکومت من میدونم همینه در حکومت همین خیلی مفهوم است ذخیره کادرها هر یک وظیفه حتی هر یک جانشین دیرکتور مکتب حتما هر سال به آمار حسابات میسپارد و در آن حسابات ذخایر کادری یعنی به جای یک معاون دیرکتور 3 نفر ذخیره کادری باید داشته باشد. هر یک وزیر در خود ذخیره کادری دارد. تشکر جناب شهزمانوف. تشکر. شما چی میگوید اسماعیل زاده به این پاسخ؟ نظرتون چی است به این پاسخ؟ مثل اینکه یک آهنگ یک اتهامات بر این به گوش میرسد. شما چی میگوید؟ این نظر شخصی نفر هستم، نظر شخصی هستم. چرا بعضی ها ادعا میکنند که متخصصان جوان به حکومت راه داده نمیشوند؟
به این سوال پاسخ دهید جناب اسمانزاده. یکی از مثلا تحلیلگران آمریکایی هم تحلیل کرده بودند که سین سالی که منفعت‌های بلند افکتیو نیست، یعنی و چیزی بیشتر داره، این از همون 50 سالگی پیدا می شود. یعنی یک دوره‌ای که شخصیت میتونه تحلیل کند، میتونه قرار را با منفعت‌های همه در نظر داشت، همه مشکلات و چی دولتی و چی شخصی و دیگرش باید قبول کند. دیگر اینکه شخصان جوان باید سالها اقلا 10-20 سال کار کنند، باید همون صلاحیت خودشون نشان دهند، به چی کار قادرند، چی پیشنهاد میکنند، چی تغییراتی کرده میتوانند. اگر آنها در یک سطح ملکه مثلا دانش خودشون رو پیشنهاد کرده بتوانند که این خیلی مثلا جوانی با سواد و بسیار فرهنگ و مثلا متخصص سوال خود است، در کدوم وزارت نیست که مثلا این خیلی متخصص راه نمیتن. حالا ببینید پرزیدنت های بعضی کشورها از جمله فرانسه، افریقا مثلا تا 50 ساله نیستن. پس این یعنی چی است؟ ببینید ما با فرانسه و انگلیس و انگلیس ما خودمون برابر کردن نمیتونیم که چون که در اونجا از تولد شدن اون کودک مثلا در شکم مادر است، از باغچه بچگان، مکتبی مثلا تحصیلات عمومی، بعد این آموزشگاه ها تماما سطح دیگر است. سیستم زندگی و کار بار اونا امکانیت های اونا بیشتر است که هر یک کودک تا اون سال رشد کند. ما میگویم که ما داریم کادرها، ما داریم جوانها رو که اونها در دانشگاه های رنگ امین دلیر جمعیف در دانشگاه های گروارد و دیگر جاها تحصیل دیدن. ما میتوانیم اگر خواهیم، اگر اراده سیاسی داشته باشیم، میتوانیم بهترین حکومت رو تأسیس کنیم. ما قسما با گفته شیرزمان روزی هم که ما بسیار جوانایی داریم که اونو در خارج کشور دانشگاه های برونو، گروارد، اکسفورد، بسیار دانشگاهی مثلا که در دوبای کانادسکی دانشگاه هستن، کانادا است، اونو را ختم کردن. اونو حتی از سین مکتب خانی رفتن خواندن. همون منتالیتیت اروپایی همون دارن. تشکر. حالا به این احوال اگر مثلا یک جوانی تحصیل کرده خواهد به منصب دست یابد چیکار باید کند؟ باید در همون آزمون هایی که در نزد هر یک وزارت می شود، باید در همون آزمون ها لیاقت و دانش خودش پیشنهاد کند، درست باش پیشنهاد کند. یعنی زبان داشتن، از دیگر علم های کامپیوتری و دیگر اینی که متخصص بودن و دیگر صلاحیت و چیزایی که دارد باید اونا درست باید در کمیسیون ها خب پیشنهاد کند. تشکر. جناب شیرزمانوف شما چی میگویید؟ خب مشکل اصلی همین خطب کردگان خارجی که خیلی که هم صحبت هم میگد که در چیز کنکورس های شرکت کنند و لیاقتشون رو نشون دهند، او اعلان های را که ما خوندیم با اون معاشی که اعلان می شود، البته که یک نفر که هاروارد یا اکسفورد رو ختم کرده است نمی آید و در کنکورس شرکت نمی کند و در اینجا امانهای تعیین می شوند که نه به معاش انتظار معاشند، اونها با وظیفه تعیین شدن خیلی زیادتر از معاش مبلغ پیدا میکنند. برخی پیشنهاد میکنند که هنگام تعیین کادرها در تویسان ضرور است که به نمایندگان منطقه و کوتا جدا شود، یا نه؟ نظر شما چی است جناب اسمانزاده؟ درست است، فکر میکنم این کوتا نادرست است. باید با لیاقت خب متخصص انتخاب شود. در مثلا سخنهایی که برادر گفتن شیرزمان، من همین میخوام اضافه کنم که در حقیقت متخصصان جوانی که از خارج میبیایند در زندگی و مثلا کاری که در اونجا دیدن و معاشی که دیدن، خب اونا در اینجا طاقت نمیکنن. لیکن معاشی کم این مشکلاتی تمام مردم جمهوری است. تشکر. جناب شیرزمانوف شما چی میگوید به این سوال؟ اصلا حاضر با غیر از منطقه دنقره و دیگر کوتا جدا شده است. یعنی سروزیر باید همیشه از شمال باشد، رئیس پارلمان باید همیشه از شرق باشد و یک بدخشانی در یگان وزارت او بلوی سنگ و گل تعیین شود و این دفعه که دلیر جمعیف در یک وزارت کلیدی تعیین شده است،
دیگر بدخشانی ها را امید در وظیفه بودن نوابسته از لیاقتشون شایسته بودنشون انتظار نباید شد تا اون که دلیر جمعیف از این سیمت برکنار نشود یک بدخشانی ارزنده تر دیگری را به یگان جا تعیین نمی کنند چون که کوتا تمام شد در بدخشان. جناب عثمان زاده به همین پاسخی جناب شیرزمانوف نظرتون چی است به همین پاسخی که حالا دادن؟ اهالی بدخشان خب تگی 300,000 نفر است، درست؟ بدونیم که مردم بدخشان نسبت به بسیار منطقه ها دانشکده ها را زیاد ختم میکنن، بیشتر میخوانن، متخصص خیلی زیاد دارن. ما اصلا جوانی هم میبینیم، میدیدیم، میدونیم که خوب بنابراین منطقه یک خصوصیت خاصی دارد. اگر ما به شماره اهالی نگاه کنیم، اگر همون فرخار هم یک 260,000 قریب اهالی دارد، واسی هم در کلوب هم یک شهر کلوب قریب 280,000 اهالی دارد. نمیشود دیگه که از کوتا بتیم از اینجا اونجا. تشکر به هر دوی شما و در همینجا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم که در آن وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی جعفر عثمان زاده و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف حضور داشتند. من میرزا نبی خالقزاد بودم که همراه شما بودم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.